انشالله آقا امام زمان بیاد، دعا بکنیم زودتر بیاد، دانشگاه ها تشکیل بشه، آدم های صاحب فکر، صاحب عقل برن تو این دانشگاه ها کلام امام کاظم رو درس ببینن. به قدری معجزه کرده امام کاظم که نگو تو کلماتش آدم جونش میخواد برای امام کاظم دراد، از عشق، از شگفتی، از محبت. او با این نرمی، با این لطافت، با این مهربانی، جلوه خدای رحمان و رحیم. ببین چقدر قشنگ میفهمد. یاد همسایه داری این نیست که آدم همسایش رو اذیت نکنه. همسایه داری یعنی که تو اذیت همسایه رو تحمل کن، نذار کار به دعوا و درگیری و جنگ و نفرین و تحملش کن. این تحمل تو رو خیلی قوی و بزرگ میکنه و شبیه میکنه به رب خودت، به مربی خودت. خیلی شبیهت میکنه، خیلی قشنگت میکنه، خیلی نورانیت میکنه. این تحمل تو رو خیلی تراشت میده. چقدر ما خوش سعادتی، چقدر که امام داریم، ائمه رو داریم، امام کاظم رو داریم. چقدر به ما خدا لطف کرده که ما رو فرزندان این آدم قرار داده، بچه های این آدم، اینا رو بابای ما قرار داده با بی نهایت مهربانی. کمی آدم فکر کنه زندگی بدون داشتن امام کاظم یعنی چی، بدون امام رضا یعنی چی، بدون 14 معصوم زندگی چیه. بدون این خانواده ما کی بودیم، کی هستیم؟ هر یه دونشون خلیفت الله، هر یه دونشون حجت الله، هر یه دونشون ولی الله.